گناهان ما را ببین ایمان را وسیله قرار داد برای بخشش گناهان. من ایمان دارم خدایا، الان که به تو ایمان دارم عملی در چنته ندارم که اون را ذکر کنم، خدایا ببخش مرا به خاطر این ایمانی که به تو دارم. و قنا عذاب النار، و ما را حفاظت بفرما از آتش، از عذاب آتش، از عذاب جهنم. اینا دعا میکنن. کیا هستن اینها؟ چه صفاتی دارن؟ یک صفتشون همین دعا هست. دیگه صفت الصابرین و الصادقین، این بندگان من کسانی هستند که الصابرین صبر کنندگان هستند، صبر میکنند یعنی استقامت. صابر به کسی میگویند، منظور اینجا اون صبر به وقت مصیبت نیست. صبر یعنی استقامت بر طاعت و بندگی، یعنی مسلمان رمضانی فقط نباش، مسلمان مقطعی نباش، مسلمان فصلی نباش، فقط همین یک فصل نماز میخونه، فقط همین یک زمانی گرم گرفته و احساساتی شده دیگه نه الصابرین. صبر بر چه چیزی؟ بر دو چیز، یکی بر ترک گناه، از گناهان دوری کن و استقامت کن. دوم صبر بر انجام طاعات و بندگی، خدا را عبادت کن، همیشه نماز، همیشه تلاوت، همیشه ذکر و چی؟ و استقامت کن، فقط در یک مقطع نه. الصابرین، کسانی که صابرین هستند، و الصادقین، و کسانی که صادقین هستند. یعنی چه؟ یعنی دورنگی ندارند، مثل منافقین نیستند، ادعا یک چیز عمل یک چیزه، ته دل خبری نیست. نه، در اون ادعای ایمان خودشون صداقت دارند، خلوص دارند، هر چی میگویند عمل میکنند، هر چی ادعا دارند بر اساس ادعای خودشون عامل هستند. والقانتین، قانتین یعنی فرمانبر خدا هستند، تابع خدا، در هر چیزی تابع خدا، در تنها عبادات نه، در عبادات هم تابع خدا، در معاملات هم تابع خدا، در آداب و رسوم هم تابع خدا، در معاشرت هم تابع خدا، در بحث ارث و میراث هم تابع خدا. ما بعضی جاها تابع هستیم، بعضی جاها تابع نیستیم. یک آقایی هست در نماز میاد صف اول میسته، اما در باب حقوق العباد تابع خدا نیست، دستور رسول الله است. رسول الله از طرف الله میگه به کسی که برات کار میکنه، مزدورت هست، کارگرت هست، هنوز عرقش خشک نشده اجرش مزدش را بده. چند سال کارگر ازش پول میخواد، پول را نمیده. چند سال مردم حق میخوان، بعضی مردم گلایه میکنه، میگه این پارسال عید قربانی وام کرده، هنوز پول ما را نمیده، الان پول از ارزش هم افتاده. این دیگه بالاخره در یک بودی بیای مسجد، در یک بودی دیگه عبادت، حق مردم را تلف بکنی یا حق خدا را. این دیگه قانت نشد، فرمانبر نشد. یا اینکه از نظر نماز نمازی هست، اما از نظر معاملات ربا میخورد، سود میخورد، معاملاتش حرام و ناجایز هستند، باز هم این قانت نشد. قانت یعنی در تمام عرصه ها، در تمام میدان ها چی باشد؟ فرمانبردار خدا باشد. والقانتین والمنفقین، و دیگه صفت دیگر بندگان خاص خدا. والمنفقین، و کسانی هستند که انفاق میکنند، خرج میکنند. بالاسحار، والمنفقین، خرج میکنند، خرج میکنند بر فقرا، یعنی پولی که خدا بهش داده، مالی که بهش داده، چون دستور خداست. الله میفرماید و مما رزقناهم ينفقون، از اون مالی که ما بهشون رزق دادیم خرج میکنه. شما از کجا آوردین مال را؟ خدا به شما داده. خدا که به شما داده، خدا دستور میده خرج کن، ببر خرج کن، به این گرسنگان شهر برس، به یتیم ها رسیدگی بکن، به این بینواها رسیدگی بکن، به این فقرا برس که شب از گرسنگی خواب نمیرند، به بچه یتیم برس که بقیه مردم، بچه های مردم لباس دارند، اون گریه میکنه که من برای عید لباس ندارم، برای مدرسه کفش ندارم. لذا کسی که مؤمن واقعی باشد این حقوق را رعایت میکنه، به فقرا و ضعفای شهر، به تمام اقشار رسیدگی میکنه. والمنفقین،
انفاق کنندگان هستند، خرج کنندگان هستند. این صفت، اگر بهشت مفت نیست، بهشت با این صفات والا و زیبا است و واقعا این صفات اگر انسان داشته باشه در همین دنیا زندگی بهشت میشه. شما وقتی که خرج بکنید، مثلا در این شب شما 10 تا خانه را ببر، برایشون غذا برسان، برایشون برنج برسان، برایشون روغن برسان، برایشون یک نان، امروز یک نان هم گیر نمیاد، یک تک نان وقتی که برسان دل اون بچه ها چقدر خرسند و خوشحال میشه. اینجا میای خونت راحت میخوابی، لذت میبری که خدا از من چنین کاری گرفت. لذا این صفات خیلی مهم هستند. و آخرین صفت، والمستغفرین بالاسحار، در وقت سحر برمیخیزند و استغفار میخوانند بر کوتاهی ها و بر ضعف های خودشو از الله عزوجل معافی میطلبند. خدای من کوتاهی دارم، من بنده هستم، ضعیف هستم، ناتوان هستم، از من کمی و کسری زیاد، منو ببخش. لذا در وقت سحر، اون وقت خاص رحمت الله عزوجل، در اون خانه تنهای خودش، تاریک خودش، بجز الله کسی او را نمی بیند، اشک می ریزد و استغفار می کند و از الله مغفرت می. اینها هستند بندگان خاص خدا. لذا الله عزوجل می فرماید این صفات را داشته باشیم. خب این بحث ما تمام شد. یک مسئله دیگری من میخوام به مناسبت این ایام خدمت شما عرض بکنم که خداوند به ما توفیق عمل بده. اون مسئله این است که انشاءالله از فردا شب اگر ماه رؤیت بشه و اگر نشه از پس فردا شب عشره ذی‌حجه هست. من در رابطه با عشره ذی‌حجه یکی 2 تا روایت میخوانم که حاصل و خلاصه این روایت ها این است که این روزها بهترین روزهای خدای عزوجل است از نظر عبادت. اولا در قرآن مجید سوره فجر معروف است، والفجر ولیال عشر. الله سوگند میخورد به شبهای 10گانه. بسیاری میگه این لیال عشر مراد این لیالی ذی‌حجه هستند، 10 شب ذی‌حجه هستند. والفجر، فجر مراد اون فجر ذی‌حجه یعنی روز عید قربان است. اینها اینقدر مقدسند و اینقدر ارزشمندند که خداوند اینها را گواه میگیرد. و در این ایام، من روایت بخاری هم هست، روایت ترمذی هم هست، در این ایام عمل کردن از همه ایام اجرش بیشتر است. حدیث هست، راویش حضرت عبدالله بن عباس هست، عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما العمل في ایام افضل في هذه العشره. عمل در هیچ روزی از ایام بهتر از این 10 روز نیست. در این 10 روز اعمال نسبت به تمام ایام، حتی بعضی گفتند که مثلا تلاوت قرآن در ماه رمضان، قرآن در رمضان نازل شده، قرآن که در رمضان نازل شده، ماه رمضان ماه قرآن است، بهترین روزهای خواندن قرآن در رمضان است. اما بعضی گفتند با توجه به این حدیث فضیلتی که قرآن خواندن در این روزها داره در رمضان هم نداره، چون حدیث صراحتا میگه که ما العمل فی ایام افضل فی هذه العشره. در هیچ روزی عمل بهتر از این 10 روز نیست. وقتی که رسول الله فرمود که در این 10 روز عمل بهترین اعمال هستند و از همه روزها بیشتر فضیلت داره، صحابه پرسیدن یا رسول الله، قالوا ولا الجهاد، حتی جهاد؟ فرمود ولا الجهاد، حتی جهاد هم، که جهاد یکی از اعمال بسیار مبارک و ارزشمند است، ثوابش به اندازه اعمال در این روزها نیست. البته استثناء فرمودند الا رجل خرج بنفسه و ماله فلم یرجع بشه، مگر انسانی که خارج میشه، خودش خارج میشه، مالش هم خارج میشه، میره در راه الله، هم مالش از بین میره، هم خودش شهید میشه، اون فضیلتش چیزی دیگه است. بغیر از اون دیگه هیچ عملی از اعمال در این ایام افضلتر نیست.
چه اعمالی انجام بدیم در این ایام تا روز عید، از شبی که هلال ذی‌حجه پیدا میشه که فردا شب باشه یا پس فردا شب، اعمال هر چی باشه، چه لا اله الا الله گفتن باشه، چه الله اکبر باشه، چه الحمدلله باشه، چه تلاوت باشه، چه نماز باشه، چه روزه باشه، یکی از بهترین روزهای روزه همین ایام هستند بعد از ماه مبارک رمضان، چون روزه اختصاص به رمضان داره. بعد از ماه مبارک رمضان بهترین روزها همون روزهایی هستند که در این روز هستند. فرمودند در روایت دیگه هست ما من ایام اعظم عند الله سبحانه و تعالی، هیچ روزی پیش خدا اعظمتر نیست، ولا احب الیه العمل فیهن، و هیچ روزی نیست که پیش خدا عمل محبوبتر باشه من هذه الایام العشر، از این ایام دهگانه. لذا رسول الله دستور فرمودند فاکثروا فیهن من التهلیل والتکبیر والتحمید، زیاد لا اله الا الله بگویید، زیاد الله اکبر بگویید، زیاد الحمدلله بگویید، سبحان الله بگویید، ذکر کنید، تلاوت کنید، تو این روزها زیاد بکنید. آن حضرت فرمود. چرا؟ الله اعلم چرا این روزها از همه روزها افضل تر است. اما بعضی از علما گفتند که این روزها روزهایی هست که امهات عبادت همه در این روزها جمع شدند. امهات عبادت یعنی عبادت های اصلی و اساسی و مغز. مثلا نماز تو این روزها میخوانیم، روزه تو این روزها هست، ولی در ماه رمضان هم مگه ما نماز نمیخوانیم روزه نمیگیریم؟ درسته. حج تو این روزها هست که در ماه مبارک رمضان نیست، در هیچ روزی از ایام دیگه نیست. پس ببینید هم نماز، هم روزه، هم ذکر و تسبیح، هم حج، هم صدقه، هم قربانی که همین روزا آمادگی میکنیم برای قربانی و میخریم، اینها عبادت های خاصی هستند، بعضیشون که در هیچ روزی از روزهای دیگه اونها نیستند. پس همه عبادت ها جمع شدند، به این خاطر این روزها روزهای پرفضیلتی هستند. لذا سعی بکنید، گرچه روزها گرم است، سخت است، که 10 روز را روزه داشته باشید. اگر مشکل هست حداقل دوشنبه و پنجشنبه این ایام را روزه بگیریم، از همین پنجشنبه شروع میشه. و همچنین در این ایام سعی بشه که زیاد تلاوت بشه، زیاد شبها بیدار بشیم، شبها را به غفلت نگذرانیم و این روزها هم این 10 روز هم زود میگذرد. و یک مطلب دیگر بعضی از مردم میپرسند که آیا اینطور که معروف هست گرفتن ناخنها و گرفتن موها، بعضی میگن برای کسی که قربانی داشته باشه جایز نیست و درست نیست و ممنوع است. از نظر بعضی فقها چنین است، معروف است امام احمد بن حنبل رحمه الله میفرماید، بعضی دیگه از فقها کسی که قربانی دارد برای او درست نیست در این روزها دیگه موهای زائد را بگیرد، موهای را اصلاح بکنند، ناخنهایش را کوتاه بکنند، نظافتهای خاص دیگر را انجام بده. اما نظر فقهای ما در مسلک امام ابو حنیفه رحمه الله مستحب است که انسان خودش را با حاجی ها مشابه بکند، یعنی قبل از اینکه عشره می آید هرچی اصلاح دارید انجام بدید. اما اگر مجبور شدید اون روز هم گناه نیست، اشکالی نداره، حرام نیست اونطوری که بعضی از تبلیغات میکنند. مستحب اینه، بهتر اینه که ما نظافت ها و اصلاحات را قبل از اینکه عشره میاد انجام بدیم. تو اون روزها گرچه حج نصیب ما نشده ولی خودمون را مشابهت بدیم با حجاج. الله عزوجل انشاءالله قادر است همینطور به ما اون ثواب و اون فضیلت را عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیز نوشته کسی مریضی دارد 4 ماه بستری هست، سیراز تقاضای دعا شده، کودکی 11 ساله است، الله تعالی لطف بفرماید بر این کودک.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. پروردگارا یا رب این ایام که تو فضیلت فرمودی، در این ایام فضیلت عنایت فرمودی و ما را به این ایام رسوندی، پروردگارا از برکات این ایام، از خیر این ایام، از فضائل این ایام ما را محروم نگردان. پروردگارا ما را از بندگان موفق خود بگردان، از اهل توفیق بگردان، اونهایی که توفیق دارن برای اطاعت و بندگی، اونهایی که توفیق دارن در دل شب استغفار بخوانن و تو را مناجات بکنن، از اون بندگانی که توفیق دارن زیاد تلاوت میکنن، زیاد درود میخوانن، زیاد ذکر و یاد الله میکنن. پروردگارا یا رب بر ما لطف بفرما، ما را از این فضائل بهره‌مند بگردان. پروردگارا اله العالمین، ما بندگان ضعیف و ناتوان تو هستیم، ما را مورد مغفرت خودت قرار بده. ربنا اننا آمنا، بر اله ما ایمان داریم، به تو ایمان داریم، به توحید تو ایمان داریم، به یگانگی تو ایمان داریم. فاغفر لنا، ما را ببخش، ما را مورد عنایت و مغفرت خودت قرار بده. پروردگارا در زندگی مشکلات ما را حل بفرما، حاجات ما را برآورده بفرما، مریضان ما را بالخصوص این مریضی که تقاضا شده بر این مریض لطف بفرما، بر این مریض مرحمت بفرما، معجزه بفرما و اله العالمین نجات و علاج عنایت بفرما. زندانیان آزادیشون را مقدر بفرما، مریضان را شفا بده، بی اولادان را اولاد عنایت بفرما. هر کسی هر حاجتی دارد، تمنایی به دل دارد، ای مشکل گشا، ای حاجت روا، ای ذاتی که فقط تو اجابت میفرمایی، تو حاجت همه را برآورده بفرما، مشکلات همه را حل بفرما، حرف دل و سخن دل همه را بشنو. پروردگار بر همه ما لطف بفرما، دنیا و آخرت ما را آباد بگردان. پروردگار از ما راضی باش، خوشنود باش و توفیقمون عنایت بفرما که ما رضایت تو را فراهم بکنیم و زندگیمون را طبق رضایت تو به سرانجام برسانیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين. رحمتك.